نگاه کن، شب خیارشوره. خیارشور سبزه که، من نارنجی هم که. حرف نزن به اون دماغت. مگه چشه؟ بسته دیگه. چی استاد؟ چرا انقدر اذیتش میکنی؟ اذیت نکردم. میدونستی که مسخره کردن کار درستی نیست؟ بله، من واقعا دلم شکسته. ببخش. ما حق نداریم هم دیگه رو مسخره کنیم. همه ما آفریده های خداوندیم. یعنی منم نباید مسخرش کنم؟ همه ما با هم شباهت هایی داریم. هم دیگه رو نگاه کنید چه شباهت هایی بین هم میبینیم. و همه ما آب میخوریم، غذا میخوریم، هوا میکشیم، نفس میکشیم. تازه به محبت و مهربانی هم نیاز داریم. بمیرم براش، کمبود محبت داره. خب دیگه همه ما انیمیشن هستیم. باریکلا، درست گفتی. البته باید بدونید که تفاوت هایی هم بین ما هست. مثلا چی استاد؟ مثلا رنگ مو، پوست، قیافه، قد و هیکل. عموزاده منه، ببین چه شبیه منه. آره، ممکنه بعضی از آدما از نظر ظاهری شبیه هم باشن، اما هیچ دو نفری عین هم نیستن. راست میگه ها. مثلا من خیلی درس میخونم، علاقه زیاد دارم به درس. منم تو ورزش موفقم. پس من چی؟ شما که آقا معلم خوبی هستی که. پس نباید به خاطر تفاوتامون هم دیگه رو مسخره کنیم، مگه نه؟ اگه بگم معذرت میخوام حله؟ حله. چون جفتتون بچه های خوبی هستین بهتون اجازه میدم یه سلفی با من بگیرید. آفرین بچه های خوب که هم دیگه رو مسخره نمی کنین. اگه دوست دارین بازم نگاه کنین. خسته نباشی استاد.